پهن شدن خبری ساده کردن نظام رواها بین تاجیکستان و ازبکستان شهروندان دو کشور را خشنود کرده است. رادیوی آزادی روز 17 اپریل نسخه سندی را دید که طبق آن شهروندان تاجیکستان می توانند با شناسنامه داخلی یا آیدی کارت به ازبکستان سفر کنند، اما به شرطی که در حدود آن کشور بمانند و به دولت‌های دیگر از جمله روسیه نروند. همین ترتیب برای شهروندان ازبکستان هم پیش بینی شده است. به حد انتظاری کشیدن که برای همین که خیلی مردم بی تاجیکستان و بین ازبکستان ما همسایه ایم دو دولت چند ساله که رفت بیا داریم. رسم و شکر خدا به حد خوب است، رفت بیارم به حد خوب است، حرمت انتظام میکنند، میبینند میرند مهمانداری میکنند. مسافران میگویند که این روند به آنهای بیشتر سبکی می‌آورد که در حالتهای اضطراری برای رفتن شتاب دارند. خیش تبارو هستند، امکا هستند، پسر امکا هستند. سید احمد عمروف را در گذرگاه فاتح آباد واخوردیم که نو از ازبکستان برگشته بود. او عین چنین مشکلش را به ما نقل کرد. اگر همین چیز تصدیق شود و همین پاسپورت پلاستیک قطعی اجازت گیرند و مثال رفت و آمد اگر به همین پاسپورت پلاستیک شود که باور کنید بهترین میشد. چون که همین روز ما یک تعزیه شد رفتیم، من پاسپورت تاجیکیم در کیسم زاگرام پاسپورت در خانه بود. من همین روز دو تاکسی پلاتید کردم از خانه تا من خوجند آمدم و پاسپورت یک تاکسی گرفت آورد بوستان، با یک تاش از بوستان گرفت آورد تا اینجا دو تا تاکسی. نه که اگر پلاستیک باشد من برای مثال پاستایان پاسپورت کیسه مانده، هم پاسپورت پلاستیک قطعی من برفتم میگرفتم و چیزی удобно کوپلم نیست. از بس که طرح سازشنامه تا حال رسمیات داخلی دو کشور را نگذشته است، فعلا سفر شهروندان تاجیکستان و ازبکستان به دولت‌های همدیگر تنها با شناسنامه خارجی امکان پذیر است. مامت میشد که بیمار کسل میشد، تعزیه میشد، رفتن نمیتوند، برای که تو وای پاسپورت میسپرد تو پاسپورت میگیرد که اونجا جنازه اسپید نمیکنه، مثلا جای مراکش اسپید نمیکنه. و پاسپورت سرخ باشد پلاستیک به حد وای خوب میشه، مردم با مشکل آسانی میبرد. چند پیش نماینده سفارت ازبکستان در تاجیکستان گفت که ازبکستان این سند را امضا کرده منتظر پذیرفته شدنش از سوی تاجیکستان است. شهروندان تاجیکستان و ازبکستان به خصوص آنهایی که در منطقه مرزی زندگی میکنند بارها درخواست کردند که سفر به دو کشور با شناسنامه داخلی صورت گیرد. شوکت میرزیویف رئیس جمهوری ازبکستان سال 2024 گفته بود که کشورش میخواهد روابط شهروندانش با تاجیکستان و قزاقستان با شناسنامه داخلی امکان پذیر شود. البته پاسپورت بلند آسان بود. البته با شناسنامه داخلی قلای می شود. دو شناسنامه رو همراه گرفته گشتن لازم نمی شود و با یک شناسنامه به کشوری همدیگر می گذاریم. من در نمنگان زندگی می کنم. توسط تاشکند به دیدن خویش و تبارم به خوجند رفته ایستادم. روای من زیاد است چون که در اینجا اکا و خواهر و جیانهایم زندگی می کنند. تاجیکستان و ازبکستان سال 2018 روادید را بیکار کردند، اما سفر را تنها با شناسنامه خارجی اجازت دادند. سالانه صدها هزار نفر از تاجیکستان به ازبکستان و برعکس سفر میکنند. به اطلاع رسمی سال 2025 بیش از 1 میلیون سیاح از ازبکستان به تاجیکستان سفر کردند. مقامات ازبکستان گفتند که سال گذشته 2 میلیون و 700 هزار تاجیکستانی به ازبکستان رفتند. مردم دو کشور بغیر از همسایه بودن رابطه خویش و تباری دارند و در غم و شادی همدیگر شریک می باشند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه مسجد.